عروسی دوم مهرماه غزل در پاکستان. مهرماه غزل با کی ازدواج دوباره کرده است؟ محفل عروسی وی در کجا برگزار شده است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. مهرماه غزل خواهر دنیا غزل یکی از هنرمندان تازه‌کار و جوان کشور که هنر خوانندگی را از سال 2016 آغاز کرد و تا سال 2021 ادامه داده است. مهرماه غزل در اوایل کارهای هنری خود با خواهر بزرگ خود دنیا غزل آغاز کرد و آهنگ‌های جوره‌ای می‌سرودند. مهرماه غزل مانند هزاران افغان دیگر به کشور پاکستان بعد از سقوط حکومت به دست طالبان مهاجرت کرد و این سفر مهرماه غزل به هدف رسیدن به کانادا بود. اما بخت مهرماه غزل در پاکستان باز شد و با یک مرد پاکستانی عروسی کرد. مهرماه غزل بعد از عروسی به خواهش شوهر خود تمامی تصاویر و ویدیو کلیپ های خود را از صفحات مجازی پاک کرد و برای همیشه از هنر خوانندگی دوری کرد. عروسی مهرماه غزل کاملا بر رسم رواج مردم پاکستان برگزار شد، ولی بعد عروسی هم مهرماه غزل چشم، دست و نیمه از صورت خود را برای علاقمندانش ظاهر می کرد و با ثبت ویدیوها در تیک تاک همیشه خواسته باعث دلخوشی علاقمندان خود شود. اکنون تصاویر و ویدیو کلیپ های از مهرماه غزل در صفحات مجازی دست به دست می شود با لباس سفید که گویا مهرماه غزل و بار دوم عروسی کرده است، ولی این طور نیست. این شاید همش دروغ است. مهرماه غزل تجلیل از سالروز ازدواج خود را کاملا متفاوت از همه با لباس سفید کرده است و بیان کرده از اینکه در عروسی خود لباس سفید بر تن نکردم و آرزو داشتم لباس سفید بپوشم، این طور از سالگرد ازدواج خود تجلیل کردم. ما هم آرزوی سلامتی و مبارکباد برای مهرماه غزل و شوهر عزیزش داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم پیام های تبریک آمیز خود را در بخش کامنت با من شریک بسازید تا مهرماه غزل از نقد و نظر علاقمندان خود آگاه شود. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.